روزی روزگاری یک خبرنگار از روستای دیگر وارد فینیتو شدندی تا با کت خدا آقا مصاحبه بنمایندی. کت خدا آقا شما چند سال دارندی؟ 81 سال. 81 سال؟ فکر نمی کنید که از زمان بازنشستگیتان گذشته می باشندی؟ فکر؟ کت خدا که فکر نمی کند. کت خدا فقط کت خدایی می کند. میشه شما بفرمایید که دقیقا در فینیتو چه کار می کنید اندی؟ کار؟ کت خدا که کار نمی کند. کت خدا فقط کت خدایی می کند. خب این کت خدایی یعنی چی؟ این جزء اسرار فینیتو می باشندی و ربطی به شما ندارندی. این همه اتفاق در فینیتو افتادندی. داروغه‌هایت به طیاره خودی شلیک کردندی. کلی از اهالی را به خاطر گران شدن علوفه الاغ‌ها کشتند. شما به عنوان کت خدا چرا معذرت خواهی نکردندی؟ معذرت خواهی؟ زکی! کت خدا که معذرت خواهی نمی کند. اهالی باید از کت خدا معذرت خواهی کنند. کت خدا آقا 10 تا سوال ازت پرسیدم، یه دونش رو هم درست جواب ندادندی. ما رو از هر چی مصاحبه است پشیمون کردی آقا. ما رفتیم اصلا، ولش کن، ما رفتیم. کجا؟ بیا اینجا ببینم. حالا نوبت سوال منه. زندان دوست داری یا تبعید یا هلفدونی؟ قال بیا این آمن دشمن رو بردار ببر، سوالاش بودار بود. کل این مصاحبه خواب و خیال خبرنگار بودندی. آخه کت خدا کجا، مصاحبه کجا؟ کت خدا فقط بلد یه طرفه روزه بخونه، خلاص.